شما دوستان اینجا ما یه حرم داریم که بالا سر حرم منم با یه مرغ که روزی 800 تا تخم مرغ میذاره و من میخوام این تخم مرغامو بین حیوانات خوب جنگل تقسیم کنم. اما یه شرط دارم. من نیاز به 2 تا دوست دارم که هر کدومشون یه مرغ میاره، اما در عوض من بهشون یه تخم مرغ میدم. ببینید چه سریع صاحب تخم مرغ شدم. حالا اگه هر کدوم اینا 2 نفر رو بتونن خلق کنن، یعنی چیز کنم دوست خودشون کنم فرنشن بیان زیر مجموعهشون، به خاطر این 2 تا یه تخم مرغ اضافه دیگه هم میگیرید. حالا فکر کنید زیر شاخهاتون هی زیاد بشه، هی تخم مرغ بهتون میدم، هی تخم مرغ میدم. پس این همه تخم مرغ رو میخواید چیکار کنید؟ میذاری زیر مرغاتون، جوجه میشه، بزرگ میشه. این همه مرغ رو میخواید چیکار کنید؟ یه مرغداری لازم دارم. مرغداری میزنید پولدار میشید. پولدار میشید. چقدر پولدار شدید شما؟ اینم بهتون بگم پیش پای شما آقا علاقه اومد هر چی پول از دوران کرونا از انبر نسایش کاسب شده بود آقا ریخت توی مجموعه. حالا هر کدومتون که راضی هستید توی مجموعه شرکت کنید، دستاتون رو بدون سر صدا بیارید بالا، من اسماتون یادداشت کنم. شما نمیخواید آقا علاقه، اما تو میخواید دیگه. خب سرینم اینجا سگ گرمه هم داره. پس با اجازهتون، چون این مجموعه تو جاهایی که سگ گرمه هست اصلا جواب نمیده.